وزیر نقلیات تاجیکستان رسما تصدیق کرد که از 1 ینور سال 2024 با قرار حکومت واردات ماشین‌های استحصال تا سال 2013 به تاجیکستان منع کرده می شود. فعلا از خارج آوردن ماشین‌های ساخته تا سال 2006 ممکن است. عظیم ابراهیم روز جمعه 28 ایول سال 2023 در نشست خبری وزارت نقلیات گفت تاجران ماشین تا سال نو فرصت کافی دارند که نقشه‌های خود را بر اساس قرار نو حکومت برنامه‌ریزی کنند. وزیر نقلیات این تصمیم را به حمایت محیط زیست از گازهای پرتابی ربط داد و گفت طوری می‌دانیم هر قدر ماشین زیادتر استفاده شده باشد به محیط زیست ضررش بیشتر می شود. از این رو من فکر می کنم که این اقدام خوب است. قبلا پایگاه خبری بامداد خبر داد که به زودی واردات ماشین‌های استحصال تا سال 2013 به تاجیکستان منع کرده می شود. در گروه‌های ماشین فروشان در شبکه‌های اجتماعی نسخه نامه رسمی نشر شد که در آن از پرزیدنت و رئیس حکومت تاجیکستان امامعلی رحمان منع کردن واردات ماشین‌های استحصال تا سال 2013 درخواست کرده می شود. در این نامه با امضای رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت آزاده رحمان که نسخه‌اش به دست پایگاه خبری بامداد نیز رسید از جمله گفته می شود که قسم زیاد گازهای ضررآور که از واسطه‌های نقلیات به فضا خارج می شوند اساساً به نقلیات کونه راست می آید و موافق آمار رسمی اکثر صدمه‌های نقلیاتی با اشتراک نقلیات اتومبیل‌های کونه روی داده ایستاده است. به این دلیل در این نامه که تشبسکارانش بنا به اطلاع دریافته چند اداره دخلدار از جمله خدمات گمرک و اداره حفظ محیط زیست می باشند خلاصه دادند که با مقصد به تنظیم در آوردن روندهای بالا ذکر بار دیگر قبول نمودن قرار دخلدار حکومت جمهوری تاجیکستان و توسط آن من نمودن واردات واسطه‌های نقلیات برورششان تا سال 2013 به حدود جمهوری موافق مقصد می باشد. بسیاری از تاجران ماشین می گویند که این تشبس مقامات برایشان ناگهانی بود و بسیاری از ماشین فروشان را غافل گیر کرد. تاجیکستان کارخانه ماشین سازی ندارد و بازار کشور با واسطه‌های نقلیات از حساب واردات تامین کرده می شود. بنا به حساب‌ها سالانه به تاجیکستان تا 70,000 ماشین وارد کرده می شود. حجم عمومی بازار ماشین فروشی تاجیکستان سالانه تا $500 میلیون برآورد می شود.